واسه مربی‌ها و ورزشکارا چیز عجیب غریبیه چای با غم بخورن، مگه نه؟ ولی عجیب غریب تر از اون اینه که اصلا ندونی قضیه چیه، فقط هر کی هر چی میگه انجام بدی. مصرف شکر برای افراد بزرگسال روزانه بهتره 45 گرم یا کمتر از اون باشه، که این مصرف فقط شامل شیرینی و شکلات نمیشه. همه کربوهیدرات هایی که ما در روز میخوریم مثل برنج، نون، لبنیات، میوه ها، همه اینا قند دارن. پس شاید نمیدونی که چقدر قند نهفته در روز داری مصرف میکنی و خیلی مهمه که یاد بگیری چیزایی رو که دوست داری حذف نکنی ولی در این حال بتونی تناسب اندام و سلامتت هم حفظ کنی. کلاسای تغذیه بهت یاد میده که تا آخر عمر بدونی چجوری تغذیت رو مدیریت کنی. اگر برای ثبت نام و یا نحوه برگزاری کلاس سوالی دارید حتما بهم پیغام بدین.